تو این برنامه این حاجی لنگر کشتی رو آوردن تا با یه رهنمود برای رفتن به کف دریا راه رضایتمندی از زندگی بخورنمیر رو نشون بده. همش با اون طبقات بالا رفت آمد نکن، یه کمی با این طبقات پایین خیلی اثر داره از روحی و روانی. خیلی باور کن خیلی موثر. منی که مثلا یه خونه 80 متری 100 متری دارم، تمام دوستان من ویلاهای 1000 متری و همش حسرت اونو میخورم، هرچی هم بخوام سعی همش بکنم. احساس میکنی عقبی مثلا. بله. اما یه بارم من که خونه 80 متری دارم برم یه محله‌ای که تمام اجاره نشینن، اجاره نشینی هم گیرشون نمیاد، سر اجارهشون موندن، اون وقت از زندگی خودم رضایتمندی. الان یکی از مشکلات جامعه ما رضایتمندی در زندگی ها کمه. چرا؟ چون به بالا دست نگاه میکنیم. حالا مشکل اینه که اینقدر توی تیویریش زندگی طبقه بالا نشون میدن و سوالات خیلی مهم از زندگی بالا دستی ها میکنن که آدم فکر میکنه تو سوئیسه که مهمترین مشکل سگ شکاریه. یک تلفن بشنویم از بینندگان، ببینیم چه سوالی مطرح کردن. سلام عرض میکنم. من یکی از شنونده های شما و بیننده های شما هستم. میخواستم از آقا سوال بفرمایید که بزاق دهان سگ نجسه. کسانی که سگ شکاری دارن همراهشون شکار میبرن، وقتی شکاری رو میزنن اون سگ اون شکار رو به دهنش میگیره و میاره به صاحب شکار میده. آیا اون شکار پاکه یا نه؟ لطفاً جواب منو بدین.